مدیتیشن ساده تر از چیزیه که فکرشو میکنین. راست شما میتونین همه جا و همه وقت تحت هر شرایطی مدیتیشن کنین. مدیتیشن چیزی نیست جز آگاهی. ما میگیم ذات مدیتیشن آگاهیه. آگاهی یعنی دونستن این که به چی فکر میکنی و چی حس میکنی. Knowing، دونستن. Knowing what you think، knowing what you feel. خیلی ها فکر میکنم مدیتیشن کار سختیه. بی ذهنی، ذهن خالی و سبک، فکر نکردن، تمرکز کردن. سوء تفاهمه. شما قرار نیست تو مدیتیشن کارایی از قبیل جلوی افکار رو گرفتن، به لول خاصی از ذهن رسیدن یا مجبور به صلح و آرامش بودن رو تجربه کنید. نیازی نیست. فقط به سادگی باش. آگاهی به یک فرایند و ادامه دادن آگاهی یعنی مدیتیشن. اگه یادتون میره هیچ ایرادی نداره. فراموش کن و دوباره به یاد بیار و آگاه باش. بدون که داری فکر میکنی، بدون که داری احساس میکنی. خب معلومه مدیتیشن کردنی افکاری قبل از مدیتیشن بوده و موقع مدیتیشن هم هنوز هست. بعد جای خودشو به فکرهای دیگه ای میده. یه فکری میاد که فلان کارو باید انجام بدی، حتما یادت نره. یا با فلان کس باید حتما قرار ملاقات بذاری، یادت نره. با فلان کس حتما باید صحبت بکنی. برای فلان کار ددلاین داری، یا یادت نره. بعدتر فکر به این تبدیل میشه که اصلا این کاری که داری میکنی نتیجه بخش هست، وقتتو تلف نمیکنی، شیوه انجام دادنش درسته یا نه. همه این فکرها طبیعیه. تا زمانی که این فکرها رو باهاشون یکی نشین و صرفاً تماشاشون کنین و آگاه باشین به این فرایند فکری، دارین کارتون رو درست انجام میدین. مرسی که مدیتیشن با مینوی رو تماشا میکنین. لطفاً برای همراهی بیشتر نظراتتون رو کامنت کنین و چنل رو هم سابسکرایب بفرمایید لطفاً. در آخر علاوه بر اون شیوه مرسوم مدیتیشن که با هم صحبتشو کردیم، میخوام یه مدیتیشن پویا رو بهتون پیشنهاد کنم که میتونین همیشه انجامش بدین. یه مدیتیشن روزانه است، زمانی که بیرونین، وقتی که سر کارین، وقتی با دوستاتون وقت میگذرونین. اسم مدیتیشن هست، یعنی اسم این مدیتیشن روزانه هست گوش کردن و فراموش کردن. شما میتونید هر صدایی که هست رو گوش کنید. فرقی نداره چه صدایی. صرفا این نباشه که فقط صدای تلفن، صحبت آدما یا صدای ترافیک. نه، هر صدایی که تو پیرامونتون هست رو بدون قضاوت و آروم گوش کنین و فراموش کنین. اون اوایل که من مدیتیشن صدا رو وارد زندگیم کرده بودم، خب همه چی خوب پیش نمیرفت. افکار دائما بهم حمله میکرد و ساعتها گم میشدم. یا به خودم میومدم دیدم که مدت هاست فراموش کردم که گوش کنم. اما ایرادی نداره. دوباره تلاش کنید و به گوش دادن خودتون آگاه باشین. آگاهانه صداها رو بشنوین. گوش کردن و فراموش کردن، همیشه و همه جا.